سلام همراهان عزیز. امروز در خانه باغ میخوایم ترشی هفت بیجاد بگیریم. بعد از چیدن انار و خرمالو از باغ میخوام ترشی گل کلم بگیرم. اول باید گلش رو از ساقش جدا کنی. بعد از که جدا کردی توی یه ظرف میریزی. اینجاش که خیلی مهمه رنگ هفت بیجادتون خوب بشه، قشنگ بشه. اینجا با آب جوش با زردچوبه اینو مخلوط میکنیم و رنگ زرد خوش رنگی میگیره. آب جوش میریزیم روی گل کلم و میذاریم 1 شب یا 24 ساعت بمونه تو همین آب زردچوبه. بعد از اینکه دیدید رنگ کلممون ترشیمون خوب شد، میریزیم تو آبکش و آبش میره. میریزیم تو ظرف و سرکه و نمک و ادویه‌جات ترشی میریزیم و خیلی خوشمزه و خوب میشه. نوش جان از خرمالو انارمون از باغمون کندم. انشالله ترشی خوبی بگیری، ترشی هفت بیجاد با گل کلم زیاد. نوش جان.